با سلام خدمت دوستان. امروز می‌خواهیم در مورد دستاوردهای علم نجوم صحبت کنیم. اینکه علم نجوم چه دستاوردهای علمی و تکنولوژی برای بشر داشته و آیا اینکه ارزشش رو داره که باز هم در علم نجوم سرمایه گذاری بشه موضوع ویدیوی امروز ما هستش. از مهمترین دستاوردهای علم نجوم مربوط بشه به اختراع تقویم و زمانسنجی. خب تقویم‌های اولیه دقت خیلی کمی داشتن و به مرور زمان و با پیشرفت علم نجوم در واقع تقویم‌های دقیق‌تری به وجود اومدن، اختراع شدن. تقویم‌های اولیه بر اساس اهله ماه بود و حتی بعضی از تقویم‌ها از 13 ماه قمری تشکیل شده بودند، ولی بعدها خب تقویم‌های دقیق‌تری اومدن و همچنین زمانسنجی هم میتونه از دستاوردهای علم نجوم به شمار بیاد که زندگی روزمره ما خیلی به زمان وابسته هست، به اندازه‌گیری زمان وابسته هستش. و همچنین از دیگر دستاوردهای علم نجوم مربوط میشه به افزایش آگاهی بشر از جایگاه خودش در عالم، اینکه عالم چقدر بزرگ هستش و زمین و زندگی بشر و زمینی که در اون زندگی میکنیم چقدر در برابر عالم هستی کوچک هستش و علاوه بر این با وجود همه عظمتی که این عالم داره چقدر نظم دقیقی بر این عالم حکم فرماست. تصویری که ملاحظه می‌نمایید تصویریه که در علم نجوم به تصویر نقطه آبی کم نور معروفه. در واقع فضاپیمای وویجر 1 در سال 1990 از فاصله 6 میلیارد کیلومتری یا تقریباً 40 ایو که هر ایو فاصله متوسط زمین تا خورشید هست، از اون فاصله این عکس رو گرفته از زمین و می‌بینیم که زمین چقدر در این عکس کوچک هستش و به سختی میشه اون رو در تصویر تشخیص داد. خب الان تلسکوپ وویجر 1 در واقع خیلی دورتر از این فاصله هست، در فاصله حدود 150 ایو هستش و این هم تصویری است از زمین که توسط تلسکوپ در واقع فضاپیمای کاسینی گرفته شده در سال 2013 و باز هم جایگاه زمین می‌بینیم که چقدر کوچک است. خب فضاپیمای کاسینی مأموریتش اینه که دور سیاره زحل میگرده و از اون اطلاعاتی رو کسب میکنه و به زمین مخابره میکنه. و اما یکی دیگه از دستاوردهای علم نجوم تکنیکی هست در عکاسی به نام توموگرافی. در واقع توموگرافی انواع عکاسی که در پزشکی استفاده میشه مثل MRI، مثل CT اسکن و سایر تکنیک های عکاسی، اینها ابتدا در علم نجوم توسعه پیدا کردن و بعدها کاربردهایی رو در صنعت، پزشکی و سایر جاها پیدا کردن. خب در این شکل سمت چپ در واقع 4 تا جسم سه‌بعدی رو میبینید. خب اگه به روش معمولی ازشون عکس بگیریم، در واقع عکسی که به دست میاد هیچ اطلاعاتی از این فضاهای سه‌بعدی اجرام به ما نمیده. ولی اگه مثل این شکل پایینی به روش توموگرافی از این جسم عکس برداری بشه، عکس‌های اسلایدی S1، S2 و این S ها میتونن زیاد باشن، اطلاعاتی رو از فضای درون این اجرام سه‌بعدی به ما میدن. تصویر سمت راست به وسیله تکنیک توموگرافی از مغز انسان گرفته شده. خب تکنیک توموگرافی برای اولین بار جهت مطالعه کرونای خورشید یا تاج خورشیدی در واقع پیشرفت داده شد، گسترش پیدا کرد و بعدها کاربردهایی رو در سایر جاها هم به دست آورد. یک دستگاه CT اسکنر رو میبینید که بیمار روی تخت میخوابه و داخل دستگاه میشه و ازش در واقع عکس CT اسکن تهیه میشه.
عکس CT اسکن مربوط به مغز انسان، چون عکس‌های سه‌بعدی رو نمیشه روی کاغذ نشون داد، خب پزشکا مجبورن که در واقع عکس‌های زیادی رو از یک جسم مثلا مغز انسان عکس‌های زیادی رو بگیرن. مثلا تو این عکس پایین سمت راست از گردن شروع میشه و میاد به بالای سر تا به این جا برسیم که بالای سر رو نشون میده. اگه یک در واقع توموری، غده سرطانی یا لخته خونی داخل مغز باشه، اینا رو میشه بدون اینکه عمل جراحی انجام بشه، میشه اینا رو از عکس‌های CT اسکن تشخیص داد، یا شکستگی‌های استخوانی، عفونت‌ها، و در واقع میشه خیلی چیزها رو در داخل بدن دید. یکی از روش‌های تشخیص بیماری کرونا هم استفاده از عکس‌های CT اسکن بود. از قفسه سینه عکس CT اسکن می‌گرفتن و اگه عفونتی می‌دیدن پزشکا تشخیص می‌دادن که این فرد به کرونا مبتلا شده. و همچنین فیلم‌های عکاسی که در گذشته خیلی ازشون استفاده میشد در دوربین‌های عکاسی و همچنین در صنعت، اینها هم در ابتدا برای مطالعه اتمسفر خورشید در واقع گسترش داده شد و بعدها چون در واقع این فیلم‌ها مواد شیمیایی که داشتن برای محیط زیست ضرر داشتن، این فیلم‌ها کنار گذاشته شدن و امروزه بیشتر از در واقع CCD ها استفاده میشه. خود CCD ها در واقع برای اهداف نجومی اینها هم ابتدا گسترش پیدا کردن. بعدها CD ها کاربردهایی رو در دوربین های فیلم برداری، وبکم ها، گوشی های موبایل و خیلی جاها کاربردهایی رو پیدا کردن. CCD ها در واقع ابزاری هستن که قطعه الکترونیکی هستن که میتونن تغییرات شدت نور یک ستاره رو با دقت زیادی اندازه بگیرن. خب میدونیم اکثر ستارگانی که در آسمان وجود دارند نورشون ثابت نیست و با گذر زمان نور اونها کم و زیاد میشه به مقدار جزئی و CCD ها میتونن این کم و زیاد شدن تناوبی نور ستاره ها رو با دقت زیادی اندازه بگیرند. و استفاده از CCD ها در دوربین های فیلم برداری و غیره خیلی کاربرد داره. در شکل سمت چپ CCD های مربوط به تلسکوپ فضایی کپلر رو میبینید که از 21 CCD تشکیل شده و بعد از اینکه تلسکوپ در مدار قرار میگیره، این CD ها در واقع اطلاعات رو ثبت میکنن و بعد به زمین مخابره میشه این اطلاعات. شکل سمت راست هم یک CCD رو میبینید که به انتهای یک تلسکوپ وصل شده و نوری که از تلسکوپ میاد رو اندازه میگیره و به یک کامپیوتر از طریق این کابل میفرسته. تصویری از جورج اسمیت و ویلارد بویل رو میبینید که در واقع CCD ها رو این دو فرد گسترش دادند و بعدها در سال 2009 برنده جایزه نوبل فیزیک هم شدند. خب علاوه بر مواردی که گفته شد، ماهواره‌های GPS از کوآزارها و کهکشان‌های بسیار دوردست جهت مکانیابی دقیق استفاده می‌کنند و خب خود ماهواره‌ها هم که خودشون از دستاوردهای غیر مستقیم علم نجوم هستند به شمار میان. علم نجوم باعث همکاری‌های بین المللی میشه. خب آسمان شبی که می‌بینیم هر شب یا حتی روز، خورشیدی که می‌بینیم در هر 24 ساعت تمام ساکنان زمین اون رو می‌بینن و در واقع آسمان متعلق به یک کشور خاصی نیست. کشورهایی مثل کشورهای اروپایی و آمریکایی رصدخانه‌های فعالی و در جاهای نقاط مختلف زمین دارن، مثل قطب شمال، قطب جنوب، آفریقا، آمریکای جنوبی و حتی کشورهای آسیایی و در واقع علم نجوم باعث یک همکاری بین المللی میشه. ذکر این نکته هم خالی از لطف نیست که برای اولین بار نقشه کل آسمان در سال 1887
با یک همکاری بین المللی از همه تلسکوپ هایی که در اون زمان فعال بودن اولین نقشه از آسمان شب در واقع تهیه شد. زبان‌های برنامه‌نویسی مثل IDL و IRAF برای اولین بار جهت پردازش تصاویر نجومی در واقع توسعه پیدا کرد. خب میدونیم عکاسی کلاً در نجوم خیلی اهمیت داره. زبان IDL که در نجوم ابتدا توسعه پیدا کرد در واقع مثلا شرکت‌های خیلی زیادی از این زبان استفاده می‌کنن در پروژه هاشون، مثل شرکت خودروسازی جنرال موتورز که بزرگترین تولید کننده خودرو در جهان هست، از زبان برنامه‌نویسی IDL در پروژه هاش استفاده میکنه. علم نجوم به علم هواشناسی خیلی کمک میکنه. ماهواره هایی که دور زمین میگردن و 24 ساعته زمین رو رصد میکنن و علاوه بر این ماهواره هایی که خورشید رو رصد میکنن به علم هواشناسی خیلی کمک میکنن. علم نجوم باعث شده یک در واقع نقشه‌ای از اجرامی که در منظومه شمسی وجود دارن و تعدادشون زیاد هست از اونها یک نقشه‌ای تهیه بشه و اگه یک روزی تهدیدی برای زمین از طریق این اجرام ایجاد بشه، در واقع خیلی سریع منجمان متوجه اون تهدید میشند. مسیریابی در صحرا و دریا، مخصوصا در گذشته علم نجوم خیلی به این مسیریابی کمک میکرد. دریانوردانی که در دریا بودند و در واقع با استفاده از آسمان جهت‌های جغرافیایی رو میتونستن پیدا کنن و حتی امروزه هم ملوان‌ها مجبورن در واقع اطلاعاتی از علم نجوم داشته باشن. شبکه وایرلس برای اولین بار توسط یک منجم رادیویی توسعه پیدا کرد و بعد کاربردهای دیگه‌ای هم براش پیدا شد. علم نجوم یک خاصیتی که داره اینه که با وجود اینکه از قدیمی ترین علم هاست، ولی با این وجود منجمان در هر زمانی از پیشرفته ترین و بروزترین و گران قیمت ترین تکنولوژی ها برای رسیدن به اهداف خودشون استفاده می کردن و به خاطر همین استش که در واقع میشه گفت منجمان همیشه با تکنولوژی هایی که در به قول مرز علم وجود دارند با اونها سر و کار دارند، آشنا هستند. یکی دیگه از ویژگی های علم نجوم اینه که تقریباً با همه شاخه های علم در ارتباطه. به سختی میتونیم علمی رو پیدا کنیم که نام ببریم که با علم نجوم در ارتباط نباشه. حتی رشته هایی مثل ادبیات، فلسفه و تاریخ و خیلی علوم دیگه با علم نجوم در ارتباط هستند. علاوه بر شاخه هایی مثل مهندسی، علوم پایه، علوم پزشکی، علومی که به رشته های زیست شناسی مربوط میشه، همشون میتونن در علم نجوم فعالیت کنن و تحقیقاتی رو انجام بدن. و علم نجوم در واقع اینطور میشه گفت که علمی نیست که در زمان مدت کمی باعث بازدهی اقتصادی بشه و مثلا مثل احداث یک کارخانه یا تأسیس یک شرکت نیست که در عرض 1-2 سال به بازدهی مالی برسه و منافع علم نجوم در طولانی مدت مثلا چندین 10 سال و حتی چندین قرن ممکنه منافعش عاید کشورها بشه. از مهمترین و این منافعی که در واقع عاید کشورها میشه فقط به منافع اقتصادی خلاصه نمیشه، بلکه میتونه منافع فرهنگی هم داشته باشه، باعث غنی شدن فرهنگ جوامع بشه. تجربه نشون داده افرادی که در سنین کم مثلا نوجوانی و کودکی با علم نجوم علاقه‌مند میشن و کار میکنن، در آینده حتی اگه در حوزه علم نجوم هم فعالیت نکنن، این افراد جذب رشته هایی که در واقع با تکنولوژی و علم سر و کار داره جذب این رشته ها میشن و تو اون رشته ها فعالیت خودشون رو
ادامه میدن. خب خیلی ممنونم از توجهتون. اگه این سبک از ویدیوها رو پسندیدید میتونید از لینک هایی که در صفحه مشاهده میکنید ویدیوهای قبلی رو که در مورد علم نجوم هستن رو ببینید. اگه سوالی هم داشتید میتونید سوالاتتون رو در زیر این ویدیو بپرسید. خیلی ممنونم از توجهتون.